بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و پدران مهربان، خدای تبارک و سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمت‌های بی حسابش، تمام نعمت‌های بیشمارش، به خاطر تمام برنامه‌های خوب و زیبای مفیدش برای ما. برادران عزیز، وقت‌ها خیلی زود می‌گذرند، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها خیلی کوتاه شدند. با سرعت بسیار زود می‌گذرند. امروزه سال‌ها به اندازه ماه‌ها شدند، ماه‌ها به اندازه هفته، هفته‌ها به اندازه روزها، روزها به اندازه چند ساعتش دیگه. خیلی زود می‌گذرند. ما در ماه مبارک شعبان قرار داریم، در دهه اخیر. خیلی نزدیک شده است از این طرف. این ماهی که در مابین، در وسط این دو ماه شعبان و رمضان قرار گرفته است و از این فضیلت این ماه بسیاری مردم غفلت می‌ورزند. خب منظور من اینجا است که از در دروازه‌های، از ترزه‌های این ماه شعبان بوی رمضان میاد. تا رمضان چند روز اندکی مونده. این ماه مبارک رمضان این یعنی فصل بهار، ماه بزرگ، ماه پربرکت، لحظه های بسیار گرانقدر به ما به شادی نزدیک شده است. فضای معطری ماه مبارک رمضان، روزهای روشن و پربرکت این ماه، شبهای پرنور و درخشان این ماه مبارک رمضان به ما انشاءالله خیلی نزدیک شده است. چه خیلی یعنی در این مابین 1 سال گذشت. اصلا فکر دی نبود رمضان آمد، لیکن سبحان الله رمضان میاد بازم زود میرود، خیلی زود میگذرد. این هوشیار باشیم، از غفلتمون، از خوابمون بیدار شیم که این ماه مبارک رمضان، این ماهی بگیم مهمانی عزیز و دوست داشتنی، مهمانی خدایی بسیار گرانقدر است. شاید چه زیبای مثالیت در وصف آمدن ماه مبارک رمضان. کم کم آن ماه نهان جلوه کنان می آید، مژده قافله جهان، مژده قافله جان سیر جهان می آید. حس زیبای سحر، رایحه سبز و سحور، وقت افطار خوشا بانگ اذان می آید. مؤمنین فصل بهار است و طبیعت سرسبز، مؤمنین فصل بهار است و طبیعت سرسبز. بر لب جوبای بنشینیم و آب روان می آید. ای که 1 سال برای سحرش بیتابی، ای که 1 سال برای سحرش بیتابی، خیز و خوش باش که بوی رمضان می آید. در واقع میلیون ها نفرها
با ذوق و شوق، با تمام اشتیاق در انتظار این مهمان خدایی هستند. کدام یک از ما و شما فضیلت و ارزش این ماه مبارک رمضان رو نمیدونیم. کدام یک ما و شما ثواب و ثوانه و هدیه ها و تحفه های این ماه مبارک و سرور ماه و بهترین ماه را نمیدونیم. همه ما و شما الحمدلله با خبر هستیم چقدر فضیلت ها داره. پس در خواب غفلت چی معنی داره؟ چقدر دلها بدن آرزو میکردن برای رسیدن این ماه، چقدر جانها بودن که تمنا میکردن که برسن به رمضان. یا اون کسانی که در سال گذشته با ما بودن روزه گرفتن، این سال کجا هستن؟ مرگ مهلتشو نداد، فرصتشو نداد. پس رحمت الله سبحانه و تعالی شامل ما و شما شده است که ما و شما را به تأخیر انداخت، مهلت داد و امیدواریم که انشاءالله الله سبحانه و تعالی ما و شما را به این ماه بزرگ، ماه مبارک رمضان برسه و ما و شما را از خیر و برکت، فضیلت، ثواب و ثمره این ماه مبارک رمضان محروم نگردیم. پس این یک شانس طلایی است، بسیار شانس کلان است برای ما و شما، برای مردم زنده. آمادگیش ببینید. اهل سلف ما و شما، صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، کسانی که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت یافتند، فارغ تحصیل شدند و آن تابعین و دیگر بزرگان دین ببینید چه خیلی آمادگی میدیدن برای ملاقات و دیدار این ماه مبارک رمضان. این دیگر مشهور است، همه شما بدونیم که آنها اینقدر علاقمند با این ماه بودند که 6 ماه پیش دست نیاز به درگاه الهی بلند کردن و دعا از الله درخواست میکردن که الله سبحانه و تعالی به ما مهلت بدهد تا ماه مبارک رمضان روزه بگیرن. همین خیلی تمامشون خودشون را، درونشون را، تمام قوتشون را، توانشون را، استعدادشون را، علاقمندیشون را آماده میکردن برای ملاقات این مهمان عزیز دوست داشتنی، برای ملاقات مهمان خدایی. در نتیجه زمانی که ماه مبارک رمضان میامد، بسیار از ما بسیار خوب استقبال میکردن. ماه مبارک رمضان روزه میگرفتن، خودشون از خودشون راضی میشدن و رمضان از خودشون راضی میکردن و همینطور الله سبحانه و تعالی از خودشون راضی میکردن. و وقتی رمضان با آنها وداع میکرد، خیرخش میکرد، این وداع و فراق ماه مبارک رمضان برای ما خیلی سخت میگذرد که بعد از فراق و وداع ماه مبارک رمضان 6 ماه دیگر در فکر این ماه بودن و دعا میکردن که الله سبحانه و تعالی یعنی قبول کرده باشه این ماه. اما از ما و شما، یعنی ما و شما چند قبل پیش از آمدن ماه مبارک رمضان یا چقدر آمادگی را میبینیم برای ملاقات مهمان عزیز. یعنی بزرگان دین در طول سال در فکر ماه مبارک رمضان بودند. از همین برکت ماه مبارک رمضان بودند که
صبر، استقامت را، تمام جهد و تلاش را در خودشون پرورش میکردن، آماده میسازن، در نتیجه کار میکردن که الله سبحانه و تعالی از اون راضی شد. که اونجا که الله سبحانه و تعالی در کلام پاکش اعلام کردن برای تمام بشریت، یعنی اصحاب پیامبر خدا و بزرگان ما کی هستند؟ الله سبحانه و تعالی در محکم تنزیل در چندین جاهاش اعلام کردن، فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله تبارک و تعالی از اینها، از اصحاب، از مهاجر، از انصار مهاجر راضی شدن و اونها هم از الله راضی شدن. ما هم از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنیم که این ماه مبارک رمضان سبب شود تا الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی شود. این بزرگان دین وقتی که انرژی می‌فرستن رمضان، دنیا را پر از خیر برکت میکردن، پر از عدالت میکردن، زن ستم از من میبردن. نتیجه رمضان، نتیجه عبادتشون، تقواشون، خدا ترسیشون. متاسفانه امروزه مسلمانان زیاد، روزگیران زیاد، نتیجه کار، نتیجه دعام از گلوم و دعام بالا نمیرم. انسان عاشق، یعنی صحابه عاشق بودن. انسان عاشق یعنی هم وصال، هم ملاقات با معشوقش، با عاشقش سخت بود، میسوختن. هم وداع و فراق و جدایی با معشوقش، با عاشقشون جدا سخت بود. یعنی هر دو حالت برای عاشق سخت است، هم دیدار، هم فراق، هم جدایی، هم دوری. یعنی وقتی که عاشق وصال میشود، یعنی میپیونده، یعنی ملاقات میکنه با معشوقش، با عاشقش، از خوشحالی میسوزد، گریه اشکی چشم میکنه، زار زار گریه میکنه، به خاطر وصال پیوست با دیدار با معشوقش. اما وقتی که ملاقات میکنه، از خدمت، از خدمت معشوقش خسته و هلاک نمیشه. اما فراق و جدایی و دوری، این دیگر سخت‌تر است، سوزان‌تر است، تحمل ناکردن‌تر است. بنابر همین برادران عزیز، رمضان خیلی به سرعت اومد و خیلی به سرعت میگذرد. نباشد که رمضان مثل سالهای گذشته باشد. چقدر از ما و شما گفتیم رمضان بیاد، از گناه دست نکشیم، دیگر هرگز ترک نماز نمیکنیم، ربا نمیخوریم، زنا نمیکنیم، غیبت، سخنچینی، کارهای بد اخلاقی، گناه نمیکنیم. اما این سال نشود که با مثل امسال گذشته فقط یک وعده، از وعده ها فقط یک یادش منو بس. این ماه مبارک رمضان در واقع یک ماه تحول آور است، یک تغییر آور است، یک انقلاب به وجود میاد برای انسان. اگر خواهد انقلاب در حیاتش، در زندگیش اگر بکنه، از این دیگر شانس خوب چیزایی دیگر پیدا نمیشه. که الله سبحانه و تعالی، یعنی رمضان آمد، الله تبارک و تعالی میخواهد که درجات و منزلات بندگانش بلند بکنه، مسلمانان را اصلاح کنن، اصلا انسانان را اصلاح کنن، مؤمنان را تربیت کنن، گناهکاران را توبه نصیب کنن،
هر چی بگیم بازم کمه. رمضان یک ساعت به دنیا خریده نمیشه. متاسفانه چقدر از ما بودن که روزه میاد اصلا فکر نمیکن، آماده نمیشود، داخل روزه میشود، گاه روز روزه میگیرد، گاه روز روزه میخوره، نعوذ بالله، به خاطر یک کار ارزش یک لحظه، یک دقیقه رمضان نداره، رمضان از دست میته، نعوذ بالله. یا که رمضان میاد بعضی روز نماز میخونه، بعضی روز نماز نمیخونه، یا که از این نعمت الله سبحانه و تعالی استفاده نمیبره، برای سعادت و خوشبختی دنیا و آخرتش نهایتا از خیر خوبی، از سعادت دنیا و آخرت محروم میمونه. ببینید برادر عزیز، پیغمبر ما صلی الله علیه و فرمودند که فقط برای 2 رکعت نماز سنت، ولی رمضان به جای خودش رکعتان الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، 2 رکعت سنت نماز بامداد بهتر است از دنیا و ما فیها، و هر چیزی در دنیا هستند، و هر چیزی در دنیا. 2 رکعت سنت فقط، 2 رکعت سنت نماز بامداد، حال فرض نه، حال رمضان به جای خودش. سبحان الله. ماه مبارک رمضان ماه پر برکت است، برکت های بسیار بشمار دارد. برکت شما میدونید یکی از برکاتش چی است؟ از اولین روزی که ماه مبارک رمضان داخل بشه، وارد بشه بر ما و شما، تمام شیطان ها و ابلیس و لشکرش، جین ها و زنجیرها بسته می شود، درهای جهنم بسته می شود، درهای بهشت گشوده می شود، خیر برکت از زمین آسمان فرود می رسد. اینقدر ثواب و ثمره. یکی از برکت های این ماه مبارک رمضان این است که در این ماه تمام اعمال خیر مضاعف و چندین برابر زیاد می شود. همچون که پیغمبر خدا فرمودند كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة إلى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. یعنی هر اعمال خوبی فرزند آدم چندین برابر میشه. در چی؟ در ماه مبارک رمضان. بسیار دقت باشید. یعنی هر کار اعمال خوب 10 برابر، از 10 برابر تا 700 برابر. سبحان الله. یک نماز فرض 70 فرض می شود. یک نماز نفل به اندازه فرض ثواب ثمره می شود. یعنی یک نمازی که با جماعت میخونید، تصور بکنید یک نماز بامداد، یک نماز پیشین که اصلا هر نمازی که در جماعت میخونید، نماز فرض، یک فرض 70 فرض، بغیر ثوابی که در جماعت یک نماز جماعت، اون نمازی که در جماعت خوانده می شود 27 درجه مولتر و زیادتر از اون نمازی که در خانه به تنهایی گذاشته می شود. پیغمبر الله فرمودند که صلات الجماعت تفضل علی صلات فرد ب 27 درجه. یعنی تصور کنید که یک نماز با جماعت در غیر رمضان 27 درجه، اما در رمضان چی؟ سبحان الله 27 ضرب 70. این همیشه نیست. ما همیشه زنده نمیمونیم. ما همیشه سلامت نمیمونیم. این خیلی شخص همیشه نیست. نه با پول خرید. این سخنان من نیست، سخنان محمد رسول الله. یعنی در روزش 5 وقت نماز است. ماهش در حساب که چند نماز می شود؟ 150 نماز. اگر 150 نماز در جماعت در مسجد بگذارید، تصور کن
20 ضرب 27 27 ضرب 70,000 بود. الله میلیون ثواب ثمره. بسم الله برای خزینه آخرت، هم عزت دنیا هم آخرت. یک نمازی که پیغمبر خدا فرمودن که نماز، هر کسی نمازی عشا در مسجد بخوند، یعنی گویا که تا نصف لیل، تا نصف شب این انسان خواب نکردن، الله سبحانه و تعالی عبادت کردن، همه کل حسابش میکنه. اما هر کس اگر صبحش بیاید، اگر همون روز همون شبش صبحش اگر نماز بامداد با جماعت حساب کنه، گویا از نصف شب تا سحریه خواب نکرده است، عبادت الله کرده است. یعنی هم بالای 27 70 باش، یعنی یک شب دیگر، یعنی که خواب نکرده عبادت حسابش کرد. این یک شب با 70 حساب کرد. ببخشید مضاعف تا 700 الله خودش میدونه. اما متاسفانه از ما و شما ببین میلیونه الله سبحانه و تعالی میده ثواب. اما ما دنبال چه؟ دنبال گناه هستیم. گناهی که در روی دین وجود نداره، یعنی میریم دنبالش میکنیم، پیداش میکنیم، همون کارو میکنیم. یه همون یک گناه میشود، 1000 گناه 1000 گناه، اما یک ثواب 1000 ثواب، 1000 ثواب میلیون ثواب. همه کارهای نمازهای سنتی به اندازه فرضی ثواب و ثمره دارند. اینها برادر عزیز، یعنی که حدیث صحیح وارد شده، یعنی سخن از پیش خدا نمیگم. هر یک سنت‌ها یعنی که به اندازه چند میگیرن، ثواب و ثمره فرضی را میگیرن، همه مضاعف میشه، چندین برابر میشه. در این ماه مبارک یعنی صدقه هستند که صدقه نفلی هستند و صدقه واجبی فرضی. اون فرضی چی است؟ اون دیگر زکات است. در این ماه مبارک رمضان صدقه چندین برابر مضاعف میشن، به خصوص زکات. هر کی زکات میپردازه، یک زکات 70 زکات. البته در ماه مبارک رمضان، وقتی که ماه مبارک رمضان گذشت، یک زکات یک زکات، یک فرض، سنت مستحب میمونه. که از رسول الله صلی الله علیه و سوال کردم، همین دیگر حدیثان هستند که انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و قال، پیغمبر خدا صلی الله علیه و فرمودند که افضل الصدقه صدقه فی رمضان، بهترین صدقه کدام صدقه است؟ صدقه‌ای که در ماه مبارک رمضان صدقه کرده می شود. در این ماه مبارک رمضان صدقه می شود. همین خیلی در دیگه حدیث ابن عباس رضی الله عنه قال، ابن عباس رضی الله عنه فرمود که اما خود رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اجود الناس، یعنی که سخاوتمند ترین مردم بود، یعنی دلگشا ترین مردم بود. و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل، اما زمانی که در ماه مبارک رمضان جبرائیل ملاقات میکرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سخاوتمند ترین دمش. برای چی؟ برای ماه مبارک رمضان. وكان يلقاه في كل ليلة رمضان فيدارس القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجد بخير من ريح موسى. در ماه مبارک رمضان پیغمبر اسلام هر شب با جبرائیل علیه السلام ملاقات میکردند و قرآن را دور و مراجعت میکردند، چون که این ماه مبارک رمضان ماه قرآن است. و پیغمبر خدا اسلام از شما از بود سخاوتمندتر بود، از هر طرف سخاوت دلگشایی میکرد.
هیچ یک قطره از قطره ها و برکت از برکات رمضان نمیگذاشت که رمضان با خود ببر، همه‌اش رو جمع کرد میگیریم. چرا؟ چون که ماه مبارک رمضان است. ماه با پول خریده نمیشه و ایرس به دست آوردش نمیشه، فقط لله. که در دیگر حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما نقص مال من صدقه. این مشکل ما اینجا است، نه؟ ما نقص مال من صدقه، یعنی که مال هرگز از صدقه دادن در راه خدا به خاطر رضای خداوند، پول مال چیز کم نمیشه، هرگز کم نمیشه. الشیطان یعدکم فقر و یأمرکم بالسوء. شیطان که میترسونه ما و شما رو از صدقه نکرد، پولت کم میشه والله یعدکم مغفرة. اما پیغمبر الله صلی الله میفرماد که هرگز پول مال چیز دارایی از صدقه کردن کم نمیشه. نترسیم، الله با ماست و در طرف ماست. جوان مردانه بزدل نشده در راه الله به خاطر رضامندی و خوشنودی الله سبحانه و تعالی صدقه‌اش کنیم میشه. و همین خیل این ماه چی است؟ ماه قرآن است که الله سبحانه و تعالی در مقابل هر یک حرفی که قرائت می شود 10 حسنه میتید. که اونجا که پیغمبر خدا علیه السلام فرمودند که الف این خودش یک حرف است، در مقابل یک حرف 10 حسنه است. لام اینم دیگر حرف است، یعنی در مقابل این 10 حسنه. الف لام میم 3 حرف است، 30 حسنه می شود. اما در ماه مبارک رمضان ضرب شده به 700 که الله خودش میدونه هر چقدر محبت اخلاص دست. که هر سال پیغمبر خدا صلی الله علیه و با جبرائیل علیه السلام چیکار میکردن؟ مراجعت میکردن، ختم قرآن از اولش تا آخرش میخوندن. بغیر اون آخرین سالی که از دنیا رحلت کردن، دیگه در اون سال 2 بار ختمش کردن با جبرائیل. درس میخوندن، مراجعت میکردن، چون که ماه قرآن است که الله سبحانه و تعالی فرمود در سوره مبارکه بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی من الهدى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. در این ماه است که قرآن نازل شد. پس چه خیلی که ما و شما بسیار شدن بدونید که تا حتی یعنی بزرگان ما و شما، عالمان ما و شما، مجتهدان ما و شما، بزرگان ما و شما، یعنی تا حتی ائمه اربعه صاحب چهار مذاهب این فتوا را فقه ترک میکردن، اما قرآن میخوندن، ختم قرآن میکردن. تا آنجا تا حتی امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شبش یک بار ختم قرآن میکردن و در روزش بازم ختم قرآن میکردن، با در تراویح ختم قرآن میکردن. یعنی همه اینا چی است؟ برکت های ماه مبارک رمضان. روزش در روزش، ذکرش، عبادتش، جماعتش، صدقهش، نمازهای سنتیش، نمازهای تراویحش، قیام لیلش، نماز ویترش، پدر مادر، رحمت احترام پدر مادر، تربیت، خیرخواهی، دعا، همه این چی است؟ همه برکت های رمضان است و در رمضان چندین برابر مضاعف می شود. یک بزرگ دین فرمودند که
درباره شرف یعنی این قرآن. نزل جبريل بالقرآن فأصبح جبريل أفضل الملائكة، يعني شرفات و بزرگی قرآن. یعنی جبرائیل نازل یعنی که از لوح محفوظ قرآن گرفت و عثمان ما و شما نازلش کرد آوردش، یعنی به سبب قرآن چنگ زدن به قرآن، به سبب وحی را آوردن سخن پاک الله سبحانه و تعالی را. فاصبح جبرائیل افضل الملائکه، یعنی جبرائیل بهترین ملائکه شد. و نزل القرآن علی محمد صلی الله علیه و سلم، فرمود که قرآن بر پیغمبر ما صلی الله علیه و نازل شد و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بهترین پیغمبر شد. و همین خیل قرآن بر این امت نازل شد و این امت بهترین امت شد. کنتم خیر امت اخرجت للناس. و همین خیل همین قرآن در یعنی در مکه مکرمه که نازل شد اونجا بهترین که مکان ها بود. و این قرآن در شب قدر نازل شد. شب قدر بهترین شبها گشت، تا اونجا که یک شب معادل 1000 ماه، یعنی 80 تقریبا 4 سال زیاد عبادت بهتر یک شب فقط سبب قرآن. بنابر همین یعنی فضایل این قرآن خواندن در ماه رمضان بسیار بالاست. خب هرچند که اگر ما و شما از این مهمان عظیم صحبت بکنیم بازم کم است. کدوم یکی خیر برکت این ماه مبارک رمضان بگیم. خب چگونه از این ماه مبارک رمضان استقبال بکنیم و چگونه است، یعنی که بالا خود پروپروش بکنیم. اولین و بهترین چیزی که ما و شما ملاقات بکنیم با این ماه مبارک رمضان این چی است؟ این توبه است، استغفار است، از محرمات ها دست کشیدن است، دوری و اجتناب کردن از کارهای بد اخلاقی است. که نشود که رمضان ملاقات بکنید با این دیلی پر از پوسیده، پر از حب گناه و معصیت، پر از حب دنیا، حب گناه، حب غیبت، حب دوستی، سخنچینی و غیره کار حرام. یعنی ملاقات رمضان با روح و روان و جسم تازه و پاک ملاقاتش بکنیم. که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که حدیث مبارک شد درباره همین توبه و گناه که عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. یعنی پیغمبر دیرسوز مهربان ما و شما فرمودند هر کس اگر در ماه مبارک رمضان روزه بگیره و اما ترک قول زور، ترک سخن حرام، زور به معنی است، یعنی قول زور از حق مایل شدن، از حق کج رفتن، یعنی هر سخن گناهی که چه غیبت باشد، چه بدگویی باشد، چه سخنچینی باشد، چه تهمت باشد، هر چی که باشد اگر ترک سخن حرام نکنه ولا عمل به و ترک حرام نکنه، ترک معصیت نکنه،
و الجهل و ترک جهل، ترک احمقی و ابلهی نکنه در ماه مبارک رمضان. فليس لله حاجة أن يضع طعامه و شرابه. یعنی الله سبحانه و تعالی هیچ حاجت به ترک طعام و شراب انسان ندارد. الله سبحانه و تعالی حاجت و نیازمند هیچ روزه و عبادت ما و شما نیست. این منظورش اینه که مراد مقصد الله سبحانه و تعالی از روزه این نیست که روزه بگیری اما دست به کارهای حرام بزنی. روزه که گرفتی نه فقط شکم روزه باشه، باید تمام اعضای انسان روزه دار باشه. چشم انسان باید روزه دار باشه، زبان انسان، گوش انسان، دست پاش، تمام دیلش، تمام اعضا و جراح انسان باید روزه دار باشه، باید روزه بگیره. همین است مقصد و مراد الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره که اونجا که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی کسانی که ایمان آورده من برای شما رمضان را روزه را فرض گردم، چه که در امتهای پیش از شما روزه میگرفتند برای اونها فرض کردم. برای چی؟ لعلکم تتقون، تا شما با تقوا برسید، تا شما تقوا را پیشه بکنید، تا شما متقی شوید، خداترس شوید، تا ما شما انسان و آدم شوید. هرچی انسان از آدم از پروردگارش دوری گرفت هم کم آدم نه آدم میشود، قدرش پس میشود، منزلتش پس میشود. یعنی برگشت به سوی الله، عبادت با اخلاص محبت الله، یعنی این آبرو را به دست آوردن، حمایت از خودت، شرف به خود جمع کردن، امنیت و سلامتی به خودت. یعنی الله سبحانه و تعالی ما و شما را در میدان میاره، در معرکه میاره، با دست پای خودمون ما را تعلیم میده، تربیت ما و شما را نشون میده که زمانی که ما و شما از صبح صادق تا غروب آفتاب تا مغرب که از تمام چیزهای حلالی که حلال هستند و ترک اینها مشکل هستند، با ترک اون انسان نمیزه، از دنیا هلاک میشه، میره. یعنی ترک طعام، ترک شراب، از همسر دور. وقتی که ما نه فقط یک روز طولی ما آنده صبر میکنیم، استقامت میکنیم، پرهیز میکنیم، با طریق اولا و با طریق اصول سادگی ما میتونیم که ترک گناه بکنیم. حالی که با ترک گناه انسان دنیا نمیگذره، هلاک نمیشه. با ترک طعام و شراب انسان هلاک میشه، ضعیف میشه. اما ما الله سبحانه و تعالی ما رو در میدان آورد، نشون داد. پس با طریق اولا ما شما میتونیم سیگار را ترک بکنیم، نوز را ترک کنیم، ریبا را ترک کنیم، پس حرام نریم، چشم چرم نکنیم، فیل های مبتذل بسیار نخت برهنه نگاه نکنیم. از این در شانس میشوند، از این فرصت زیلایی، از این تربیت و تعلیم خوب که ما شما در میدان آورد خدمت تبارک و تعالی. یعنی اولین و بهترینش توبه است. دومش چی است؟ روزه گرفتن پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیاید، پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیاید. یعنی ما میبینیم که مفهوم حدیث همین است که وقت رفته است پیغمبر ما و شما سلام در این ماه مبارک شعبان بسیار روزه میگرفتند. برای چی؟ برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان. یکی از سبب‌هاش که اسامه بن زید رضی الله عنه میفرماید که ای رسول الله، ای حبیب خدا، من ندیدم در یگان ماه بغیر مقصد ماه مبارک رمضان در این ماه مثل ماه مبارک شعبان شما روزه بگیرید. اون فرمودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که این ماه است که مردم غفلت می‌ورزند، به اهمیتی میکنند در این ماه مبارک در شعبان و این در این ماه، لیکن اعمال انسان بالا میره. من دوست میدونم که اعمال من در حال روزه‌دار مگه بالا بره. روزه است، روزه اینه که جایگاه خاص بلندی داره. یعنی که
دوم آماده دیدن برای ماه مبارک رمضان، پیش از رسیدن ماه مبارک رمضان روزه گرفتن است. سوم اخلاق نقض کردن است، رفتار و کردار. اون حدیث پیغمبر خدا اسلام که رفتار و کردار خیر یعنی ثواب ثمره‌اش در روز قیامت در سخت‌ترین روز اونجا در پهلوی ترازو بسیار سنگین می شود، تا حتی اون کسی که اخلاقی و کردار خوب حسن و پسندیده دارد از اون انسانی که اخلاق خوب ندارد اما روزه نفلی میگه روز دوشنبه و پنجشنبه، از اون دیده این صاحب اخلاق ثواب و ثمرش زیادتر است. یا از اون کسی که شب تهجد میخونه، شب نماز میخونه، شب قیام لیل میکنه و الله سبحانه و تعالی روز نیاز میکنه اما اخلاقش ضعیف است، یعنی این انسان با اخلاق ثواب و ثمرش از اون انسان تهجد کنه بلندتر است، مولتر است، زیادتر است. چهارم دعا کردن است. همچون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش از هر ماه وقتی که ماه می‌درمد دعا میکردن. همیشه وقتی که ماه درآمد ما شما دعا را فراموش نکنیم که این سنت است. اللهم احله علینا بالامن والایمان والسلامه والاسلام. یعنی الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان برای ما یعنی که ماه ایمانی و اسلامی یعنی امنیت امان بگردون. این هم که از سنت‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند. خب برمیگردیم به سوی اون حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره رمضان فرمود كل عمل ابن آدم یضاعف، یعنی هر کارهای نیکی فرزند آدم چندین برابر میشه، از 10 تا 700. $1 $700. یک نماز تا 700 نماز، یک کاری خوب چندین کاری خوب. قال الله عز وجل الا صوم، اما الله تبارک و تعالی فرمود که الا صوم، مگر روزه. پس روزه ثواب و ثمره‌اش چقدر؟ 700 است. فانه لی و انا اجزی به، این روزه برای من است و پاداش و ثوابش من فقط خودم میدم. یعنی ثواب و ثمره این روزه را الله خودش میدونه. یعنی همه عبادت، نماز و زکات و خیریه و خوبی و نیکی و حرمت، احترام و تربیت و تعلیم همه بخاطر برای الله هستند. اما برای چی این روزه گفت که مال من است؟ یعنی اینجا با رمضان روزه باش دیگر چیه، ثواب و ثمره‌اش دیگر چیز است. بنابر همین برادران عزیز در اخیر یعنی تذکر میتیم که این کاری بکنیم که این رمضان که میآید کاری بکنیم، کوشش زحمت بکشیم که از همه رمضان‌های طول عمری که گذشته بود از اون بهتر باشد ان شاء الله. یعنی گناه‌های بیشمار به حساب مثل سیگار، شب روز سیگار کشیدن، ناس، بد اخلاقی فرزندها، یعنی گناه، معصیت، یعنی غیبت، تهمت، مردم فریب کنی، یعنی مثل عادیش دیگه دست بکشیم، توبه بکنیم، آماده یعنی که از تحت آماده بکنیم ان شاء الله. در آخر الله سبحانه و تعالی درخواست میکنیم که همه ما شما را به طریق احسن خوب آماده کند و این ماه مبارک رمضان و ثواب و خیرش تمام شد، نصیب روزی ما و شما بگردد. تمام برادران در تمام گوشه و کنار دنیا هستند، به خصوص فلسطین الله سبحانه و تعالی کمک نصرش نیاد. تمام دشمنای ما و شما نیست نابود. و آخر دعوانا الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.